زنی شوهرش از عالم گذشت. بر او 4 فرزند را باقی ماند. تمام تشویش و معمای روزگار را این زن به خود گرفت و در را بر روی خود بست و تمام هستیش را به فرزندانش بخشید. چون فرزندانش کوچک بودند، کلانیش حتی 11 ساله هم نبود. بسیار عذاب کشید. روزها کار میکرد و شبها باز آمده خوراک میپخت و فرزندهایش را نگاه بین میکرد. صبح از خواب خسته به مکتب و این طرف و آن طرف گسیل میکرد و باز از پس رزق روزی میشد. آنچنان خسته میشد که بگاه میآمد با یک پهلو خوابش میبرد. روز کار میکرد، شبانه تربیه فرزندها. همین طریق روزها میگذشت و ماهها میگذشت و سالها. همه فرزندها به بلاغت رسیدند، کلان شدند. مادر هم به جای رسید. حتی به کلانی آنها نگاه نکرده باز مادر دایم در کمکشان بود. جای کارشان یافت، عائله دارشان کرد، صاحب خانه و در. وقتی مادر سن سالش از 60 بالا شد، بیمار شد. دکتران علاج کرده نتونستند. تا حدی شد که مادر دیگر جایگاه خواب شد. راه گشتن نمیتوانست. معیوب. بعد فرزندان جمع شدند و با هم مصلحت کردند که به نوبت مادر را به خانه خود میگیرند. تا رو سلامتیش بدتر میشد. مادر روزی از سخن ماند، دیگر گپ زدن هم نمیتوانست. وقتی فرزندان خانه خود میگرفتند، دائما کلین ها دغلانه رفتار میکردند و هر گونه گپ ها میگفتند. اما کمپیر همش را میشنید و میدید و همه این را طاقت میکرد. مادری که از خودی تولد تا به خانه دار شویشان در خدمت بود، امروز دستی به دست شد و نوبت به نوبت شد. مادر بیمار را کسی طاقت کرده نمیتوانست. پسرها دائم و بین همدیگر جنجال بود. تو گیر و من گیر و این گیر. روز نوبت پسر خردیش بود و تقدیرش همان روز زن و شوهر را به جای تکلیف کرده بودند که اینها رد کرده نمیتوانستند. و با اکای کلانیش زنگ زده گفت: من امروز بسیار واقعی مهم دارم، با این خاطر مادر را برای تو میبرم. اکاش روزی نشد، نوبت تو است گویان. شدن هر دو جنگ تا حدی رسید که بر قصد یکدیگر او گفت اگر بیاری من نمیگیرم، قبول نمیکنم. اما شب بگاه مادر را گرفت و برد به نزد دری فرزند کلانه اکاش. هرچند در را میگفت در را نمیکشادند. چند مدت گذشت، دیر شده ایستاده است. با این خاطر صدا بلند کرد و گفت: در پس در مادرت را گذاشتم، برآمده گیر، من رفتم. اما مادر همش را میدید، میشنید. نه سخن کردن میتوانست، نه جنبیدن. اما از هر دو چشم آب دیده جاری میشد. خلاص فرزند در را نکشاد. مادر کار کرده نمیتوانست. در همان سردی ماند. این برای مادر بسیار سخت بود، بسیار سخت. یک لحظه مادر به خیال رفت. به خودش گفت: نخواد همین ها فرزندان من باشند. فرزندانی که با دستانم کلان کردم، تمام عمرم را به اینها بخشیدم. نخواد همین ها فرزندان من باشند. اینقدر دوست شد می داشتم که هنگام جایشان درد می کرد من می سوختم. چند قدر شبها بیدارم می کردن، آبگویان این و آن. وقتی خرسندی آنها را می دیدم
من 10 چند خورسند می شدم، اما غمگینی آنها را هم می دیدم 10 چند برابر آنها غمگین می شدم. آیا پریوزش این است؟ امروز باشد در خانه سردی، گرسنه، تنها، گویان آب دیده می کرد. سحر فرزند کلانی خواست به کار رود، در را گشاد و دید مادر در همان جا جان به حق سپاریده است. مرده است. و کسانی که مادر دارند نمیفهمند. انسانی سالم خودش را داشته نمیتواند. من گرچند مادر دارم، اما خود را اداره کردن نتوانست. به دنیا آمد تا دختری کسی شود، ازدواج کرد تا همسری کسی شود، فرزند زاد تا مادری کسی شود، برای همه کسی شد، اما خودش بیکس ماند. بیکس. خدا میگوید پدر و مادرت را احترام کن، بر آنها کلمه اوف را استفاده نبر. کوشش کن که خودشان را تنها حس نکنند. حالا میشنوی؟ مرد هستی؟ مرد باشی زنگ زن به مادرت. مرد باشی زنگ زن. شاید چیزی لازم دارد مادرت. من قطع میکنم قصه‌ام را، اما تو زنگ زن.